بودن که این رستم داون دیگه، رستم دچار افسردگی شده به خاطر گم کردن اسبش، بنابراین حالا میخوان کاری کنن که به رستم خوش بگذره. چو شد مست و هنگام خواب آمدش، همی از نشستن شتاب آمدش. رستم مست شد، رفت بگیره بخوابه، گفت دیگه وقت خوابیدن من فرا رسیده، ساعت خواب من شده. سزاوار او جای آرام و خواب، بیاراست و بنهاد مشک و گلاب. یه اتاق براش آماده کردن، مشک و گلاب هم توش گذاشتن که رستم بره استراحت کنه. و اینجا یکی از مشهورترین چهره های زن شاهنامه که خیلی هم حضورش در شاهنامه فردوسی کوتاهه، همینجاست فقط ظاهر میشه، اونم تهمینه است. حالا ببینید چی میشه. چو یک بهره از تیر شب درگذشت، شباهنگ بر چرخ گردان بگشت. شباهنگ یک ستاره است که در آسمان ظاهر میشه. شباهنگ بر چرخ گردان بگشت یعنی ستاره شباهنگ ظاهر شد در آسمان. سخن گفتن آمد نهفته به راز، در خوابگه نرم کردند باز. یکی بنده شمعی معنبر به دست، خرامان بیامد به بالین مست. پس رستم تو اتاق خوابه، در اتاق باز میشه، یک ندیمه‌ای با یک شمع خوشبویی میاد جلو به سمت خوابگاه رستم. پس پرده اندر یکی ماه روی، چو خورشید تابان پر از رنگ و بوی. حالا این توصیف این خورشید تابان پر از رنگ و بوی. شما همین میگی شانس هول شد اصلا، دست و پاشو گم کرد. دو ابرو کمان و دو گیسو کمند، به بالا به کردار سرو بلند. روانش خرد بود و تن جان پاک، تو گفتی که بهره ندارد ز خاک. به نظر میرسه که اصلا یک موجود پریگونه است، اینقدر زیباست. بپرسید از او، گفت از او رستم شیردل خیره ماند. بروبر جهان آفرین را بخواند. بروبر جهان آفرین را بخواند یعنی تا اینو دید گفت ماشاءالله ماشاءالله، هزار الله اکبر. بپرسید از او، گفت نام تو چیست؟ چه جویی شب تیره؟ کام تو چیست؟ گفت تو کی هستی اومدی اینجا؟ چنین داد پاسخ که تهمینم، تو گویی که از غم به دو نیمم. حالا ببینید تهمینه چجوری خودش رو توصیف میکنه و چه خواسته ای از رستم داره که به نظر من خیلی سلام مرسی بفهمید که خیلی خواسته خیلی بی‌پروا اون رو مطرح میکنه و یه مقدار برای از منظر ما به عنوان خواننده ممکنه غیر عادی باشه. یکی دخت شاه سمنگان منم، برشک هزبر و پلنگان منم. اون رشک یعنی در واقع مایه رشک و حسرت بزرگان این منطقه هستم. میگه من دختر شاه سمنگانم. دختر شاه سمنگان یعنی چی؟ یعنی دختر صابخونم، دختر همین نه. به گیتی ز خوبان مرا جفت نیست، چون من زیر چرخ بلند اندکیست. میگه من بوی فرندم ندارم، پارتنرم ندارم، شبیه منم اصلا تو دنیا خیلی کم پیدا میشه. داره خیلی تبلیغم میکنه. کس از پرده بیرون ندیدی مرا،
نه هرگز کس آوا شنیدی مرا. به کردار افسانه از هر کسی، شنیدم همی داستانت بسی. میگه که من خیلی کس از پرده بیرون ندیدی مرا، یعنی من آفتاب مهتاب ندیدم، ولی حکایت تو رو شنیدم و نتیجتاً fall in love with you دیگه. که از حالا چی شنیدم راجع به تو ای آقای رستم؟ که از دیو و شیر و نهنگ و پلنگ، نترسی و هستی چنین تیز چنگ. واقعا هم همینه، تا اینجاش که درست گفته. امیر جان به ادامه بدیم. حالا میگه که تو داره شجاعت رستم رو میگه و یادتونه رستم این جسارت رو داشت توی همین داستان قبلی که رفته بود در شکارگاه افراسیاب شکار میکرد. اصلا براش مهم نبود که اینجا توران ایران، همه میگفتن آقا ما داریم میریم تو خاک دشمن، این گفت اشکال نداره، میخوایم بریم مشروب بخوریم، کار نداریم که، میخوایم بریم گورخر شکار کنیم مشروب بخوریم. حالا داره اینو میگه بهش، میگه شب تیره تنها به توران شوی، بگردی بران مرز و هم بغنوی. میگه تنهایی حاضری نصف شب بری تو توران زمین، تازه اونجا حاضری بری بخوابی، اینقدر تو بیخیالی. به تنها یکی گور بریان کنی، هوا را به شمشیر گریان کنی. هر آنگه که گرز تو بیند به چنگ، بدرد دل شیر و چنگ پلنگ. برهنه چو تیغ تو بیند عقاب، نیارد به نخجیر کردن شتاب. نشان کمند تو دارد هزبر، ز بیم سنان تو خون بارد ابر. نشان کمند تو دارد هزبر یعنی تو شیر رو تونستی با کمند خودت بگیری و این جای تنابی که تو انداخته بودی روی گردن شیره، دور گردن شیره مونده. ز بیم سنان تو خون بارد ابر یعنی آسمون از ترس این نیزه‌ای که تو داری خون گریه میکنه. چون این داستان ها شنیدم ز تو، بسی لب به دندان گزیدم ز تو. این قصه که شنیدم فکر کردم که you are a good choice. بجستم همی کتف و یال و برت، بدین شهر کرد ایزد آبش خرد. میگه خدا رو شکر، خدا خواستش که تو رات بیفته به شهر ما. تو رایم کنون گر بخواهی برا، نبیند جز این مرغ و ماهی مرا. یکی آنک بر تو چنین گشتم، خرد را ز بحر هوا کشتم. میگه به خاطر این هوسی که من پیدا کردم، این هوای تو رو کردم، اینکه دلم تو رو میخواد، عقلم رو دیگه فراموش کردم. این کار عاقلانه نیست، ولی اگه تو منو بخوای من هستم. من گفتم که خواسته ای که مطرح میکنی یه ریز عجیب غریبه دیگه، داره در واقع به شکل خودش رو به رستم عرضه میکنه. حالا دیگه به هر حال این هنر فردوسی هم هست. حالا خواسته بعدیشو که بشنوید بیشتر تعجب میکنید، چون به نظرتون میاد این اصلا چیز عادی نیستش. خواسته دومش ببینید چیه. و دیگر که از تو مگر کردگار، نشاند یکی پورم اندر کنار. میگه دومیش اینه که من از این میخوام از تو صاحب یه پسر بشم. و دیگر که از تو مگر کردگار، مگه خدا بخواد، نشاند یکی پورم اندر کنار، یه پسری از تو من پیدا بکنم. مگر چون تو باشد به مردی و زور، سپهرش دهد بهر کیوان و هور. میگه اون پسری که من از تو پیدا بکنم لابد میشه یک اسم از خود تو دیگه، و خداوند هم آسمان هم برای اون خیر خواهد داد. حالا قلابی میندازه برای اینکه رستم رو بگیره، چون میدونه نقطه ضعف رستم اینه که فعلا رخش رو گم کرده. سه دیگر که اسبت به جای آورم، سمنگان همه زیر پای آورم. میگه تازه اگر به من جواب مثبت بدی، یک سومی هم وجود داره، اونم میگه اسبت هم پیدا میکنم، اسبت هم برات میارم.
چون رستم این یه همچین پیشنهاداتی بدن رستم که همه قبول میکنن دیگه. اوکی رستم هم آف کورس قبول میکنه، ولی فردوسی یه مقدار دلیل میاره که چرا رستم قبول کرد. چون رستم بدانسان پری چهره دید، ز هر دانشی نزد او بهره دید. و دیگر که از رخش داد آگهی، ندید هیچ فرجام جز فرهی. به خوشنودی و رای و فرمان او، به خوبی بیاراست پیمان او. چو انباز او گشت با او به راز، ببود آن شب تیره و دیرباز. یادتونه گفتم که خیلی زبان محجوبی داره فردوسی. شب تموم میشه همینجا، یعنی این قصه همینجا به پایان میرسید. پس یک دیالوگ خیلی کوتاهی بود، در واقع یک مونولوگی بود از خانم تهمینه. رستم هم پاسخ مثبت داد و شب تمام شد. و حالا فردا که میشه، چو خورشید تابان ز چرخ بلند، همی خواست افکند رخشان کمند. به بازوی رستم یکی مهره بود. صبح که شد رستم یک بازوبندی روی بازوی خودش داشت که آن مهره اندر جهان شهره بود. یه بازوبندی داشت که اون بازوبند رو همه میشناختن. این بازوبند رستم بود. بدو داد و گفتش که این را بدار، اگر دختر آرد تو را روزگار، بگیر و به گیسوی او بر بدوز، به نیکختر و فال گیتی فروز. پس رستم بازوبندش رو باز میکنه میده به تهمینه، میگه که اینو داشته باش. اگر این برای من خیلی جالب بود که تهمینه گفت من از توی پسر میخوام، ولی نگاه بکنید نگاهی که فردوسی در خصوص جنسیت داره خیلی براش ایکواله، براش مساویه. یعنی برای رستم فرق نمیکنه که آنچه که حاصل میشود دختر است یا پسر است. میگه اگه دختر شد اینو ببند به موش، اینو گره بزن به زلفش. بدو داد و گفتش این را که این را بدار، اگر دختر آرد تو را روزگار، بگیر و به گیسوی او بر بدوز، به نیکختر و فال گیتی فروز. وریدونک آید از اختر پسر، ببندش به بازو نشان پدر. میگه اگر از تو یه پسری حاصل شد اینو ببند به بازوی پسره. به بالای سام، حالا رستم داره پیش بینی میکنه که پسرم چی میشه. میگه به بالای سام نریمان بود، به مردی و خوی کریمان بود. میگه که از خصلتش بخشندگی و مردی داره، در شکل ظاهرش هم شبیه سام خواهد شد. و یادتونه که سام پدر بزرگ رستمه و از همون اول قصه هم دیدیم که چقدر هر کی رو بخوان به شکوه از نظر جسه و چهره تشبیهش بکنن به سام تشبیهش میکنن. رستم هم که به دنیا اومده بود اول از همه گفتن این شبیه سام میمونه. حالا رستم داره میگه اگه من از تو صاحب پسری بشم قیافه شبیه سام خواهد بود. اینجا قصه رو خوب یادتون بمونه چون بعدن هی توی داستان به این بر میگرده، به این که این بچه شبیه به سام. فرود آرد از ابر پران عقاب، نتابد به تندی بر او آفتاب. داره ویژگی های پسره رو میگه. همی بود آن شب بر ماه روی، همی گفت هر گونه ای پیش اوی. چو خورشید رخشنده شد بر سپهر، بیاراست روی زمین را به مهر. یعنی صبح که خورشید در اومد به رستم، بر رستم آمد گرانمایه شاه، بپرسیدش از خواب و آرامگاه. بابای دختره اومد گفتش که آقای رستم دیشب چطور بود؟ شما تونستی راحت بخوابین؟ نه اصلا اینو نگفت. پدر دختر یعنی شاه سمنگان با یک مژده‌ای میاد. چو این گفته شد مژده دادش به رخش،
از او شادمان شد دل تاج بخش. گفت رخش هم پیدا کردیم، شما دیشب خواب بودین رخش رو پیدا کردیم. احتمالاً تخمینه میدونسته که رخش پیدا شده. بیامد بمالید و زین برنهاد، شد از رخشان و از شاه شاد. پس رستم خوشحال، رخش هم که پیدا کرده، میخواد برگرده بره به سمت شهر خودش، برگرده بره به زاولستان. بیامد سوی شهر ایران چو باد، وزین داستان کرد بسیار یاد. بعد که برمیگرده ایران دوباره شروع کنه این قصه رو تعریف کردن که من رفتم اونجا، رخش گم شد، بعد رفتم مهمون یک کسی بودم، با یک خانومی رو دیدم. اینا رو همه رو میگه بعدها، چون حالا جلوتر که میریم تو داستان میبینیم که بله اینو بقیه هم خبر دارن از جزئیات این داستان. این شخصیت تهمینه آلموست همینجا ارتباط رستم و تهمینه به پایان میرسه. ولی چون 9 ماه بگذشت بر دخت شاه، یکی کودک آمد چو تابند ماه. تو گفتی گو پیلتن رستم است، وگر سام شیر است و گر نیرم است. بچه که به دنیا اومده شبیه سام بوده قیافش. همون اول که بچه به دنیا میاد میگن که این مثل این که بچه خود رستمه. خب واقعا برنامه بچه رستم بوده دیگه. چو خندان شد و چهره شاداب کرد، ورا نام تهمینه سهراب کرد. این واژه سهراب فردوسی دیدید که بعضی از لغت‌ها رو میاد معنا میکنه، همینجا داره لغت سهراب رو معنا میکنه. سهراب البته چند تعبیر داره، آقای خالقی نظرات دیگری هم داره، بهرام بیضایی نگاه دیگری داره در خصوص معنای رستم و سهراب. ولی یکی از تعابیری که واسه واژه سهراب وجود داره ترکیب سهر و آبه. آب در معنای آبرو که به کار میره، در معنای رنگ و رخسار هم به کار میره، این که میگیم رنگ و آب خوبی داره رو واسه همین داریم به کار میبریم. و سخر یا سخر تغییر شکل یافتش رو ما امروز در معنای سرخ به کار میبریم. سخراب یعنی کسی که روی گلگونی داره، روی قرمز صورت سرخی داره. و حالا اون مصرع قبلی رو وقتی یه بار مرور بکنیم میبینیم معنا جور در میاد. چو خندان شد و چهره شاداب کرد. بچه که به یه جایی رسید که لبخند میزد و صورت گلگونش دیده میشد، تهمینه اسمشو گذاشت سهراب. ورا نام تهمینه سهراب کرد. چو 1 ماه شد همچو 1 سال بود، برش چون بر رستم زال بود. بچه که شد 1 ماهه مثل بچه 1 ساله بود. چو 3 ساله شد ساز مردان گرفت، به پنجم دل تیر و چوگان گرفت. در 5 سالگی رفت چوگان بازی کرد، تیر دستش میگرفت بره شکار بکنه. چو 10 ساله شد زان زمین کس نبود، که یار است با او نبرداز بود. بچه به سن 10 سالگی که رسید اینقدر قوی بود که دیگه هیچکی نمیتونست با این کشتی بگیره، نمیتونست کسی این رو شکست بده. بر مادر آمد بپرسید از اوی، بدو گفت گستاخ با من بگوی، که من چون ز همشیرگان برترم، همی باسمان اندر آید سرم. ز تخم کیم و از کدامین گوهر، چه گویم چو پرسند نام پدر. بچه 10 ساله میاد سراغ مادرش میگه که تو دیگه باید به من راستشو بگی که من بچه کی هستم. گر این پرسش از من بماند نهان، نمانم تو را زنده اندر جهان. فردوسی یک ظرافتی داره در تحلیل شخصیت‌های داستانش، نمونهشو اینجا میبینید. ببینید بچه با مادرش چقدر گستاخانه صحبت میکنه. مادرشو تهدید به مرگ میکنه دیگه، میگه اگه جواب من ندی من میکشمت، تو به من بگی که من بچه کیم.
بدو گفت مادر که بشنو سخن، بدین شادمان باش و تندی مکن. حالا مادره میخواد جواب بده. تو پور گو پیلتن رستمی، ز دستان سامی و از نیرمی. میگه تو پدر بزرگت دستانه، پدر بزرگت زاله، پدر پدر بزرگت سامه، پدر 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 بزرگت نریمانه. داره خاندان، اینا همه خاندان رستمن، همه پدران رستمن، اجداد رستمن. ازیرا سرت ز آسمان برتر است، که تخم تو زان نامور گوهر است. میگه واسه همینه که نسبت به همسن و سالات خیلی توانمندی. جهان آفرین تا جهان آفرید، سواری چو رستم نیامد پدید. چو سام نریمان به گیتی که بود، سرش را نیارست گیتی پسود. میگه این سام نریمان جد تو خیلی پهلوان بزرگی بوده دیگه، سرش به آسمان ساییده میشده، تو نوه اونی. یکی نامه، حالا در این فاصله بین این خانم تهمینه و رستم یک سری نامه نگاری های هم صورت میگرفته، یه ایمیلی فرستاده بوده. یکی نامه از رستم جنگجوی، بیاورد و بنمود پنهان بدوی. 3 یاقوت رخشان و 3 مهره زر، که از ایران فرستاده بودش پدر. بدو گفت کافراسیاب این سخن، نباید که داند ز سر تا به بن. پدر گر شناسد کنون زین نشان، شدستی سرافراز گردن کشان. چو داند بخواند نزدیک خیش، دل مادرت گردد از درد ریش. از نامه رو آورد، نامه توش 3 تا مهره طلا بود، یه رسه بالاتر اون 3 تا یاقوت بود. بعد گفتش که بابات اینو فرستاده، ولی افراسیاب کیه؟ پادشاه توران. در واقع رستم حالا خیلی ادامه خواهد داشت، همواره در جنگ با اوست، ایرانیان در جنگ با افراسیابن. میگه افراسیاب نباید اینو بفهمه. یادتونه گفتم داستانیش پر از دروغ، پر از پنهانکاری. حالا مادر داره توصیه میکنه که پادشاه توران زمین، که اینا گفتم یک شهری است که احتمالاً الان دیگه باید در تسلط تورانیان باشه، نباید خبردار بشه که تو بچه رستمی، چون این خوب نمیشه. در این حال رستم هم نباید بفهمه که تو به این جایگاه رسیدی. پدر گر شناسد کنون زین نشان، شدستی سرافراز گردن کشان. میگه بابات اگه بفهمه که تو الان اینقدر گردن کلوف شدی، اینقدر پهلوان توانمندی هستی، چو داند بخواند نزدیک خیش. اینه که بفهمه تو رو احضار میکنه که تو بری پلوی بابات. دل مادرت گردد از درد ریش. من دلم برات تنگ میشه و من نمیخوام این اتفاق بیفته. چون این گفت سهراب کاندر جهان کسی این سخن را ندارد نهان. این سهراب تفلکی ساده ترین شخصیت کل این داستانه. ببینید چقدر مغزش هنوز کودکانه کار میکنه، پیچیدگی های بقیه رو نداره. میگه این بعد چقدر عاقلانه است در این حال اینجا حرفه. میگه اینو که اصلا نمیشه پنهان کرد که. این چه حرفیه میگید که اون نفهمه من بچه رستمم، رستم نفهمه من بچه اونم. بزرگان جنگاور از منتهی. بعد این مقدمش خیلی درسته ولی تحلیلش ببینید یه تحلیل غلطیه. بزرگان جنگاور از باستان، ز رستم زنند این زمان داستان. نبرد نژادی که چونین بود، نهان کردن از من چه این بود. میگه همه میخوان بچه رستم باشن، حالا من بچه رستمم، من برای چی باید اینو پنهانش بکنم؟ کنون من ز ترکان جنگاوران، فراز آورم لشکری بیکران. بچه تصمیم میگیره که من حالا میرم از میان تورانیان یک لشکری رو جمع میکنم، برانگیزم از گاه کاووس را،
ز ایران ببرم پی طوس را. میگه حمله میکنم میرم به ایران. حالا الان چراش توضیح میده. میگه حمله میکنم میرم به ایران، کاووس رو سرنگون میکنم. کاووس همون پادشاه نابخرد ایرانه دیگه، کی کاووسه. کاووس رو سرنگون میکنم، ریشه طوس رو هم میکنم. طوس فرزند زوتحماسب و فرزند در واقع پادشاهان قبلی ایران بود که حالا شده جنرال ارتش. میگه اینا رو من همه رو از زمین محو میکنم. بعد چی کار میکنم؟ به رستم دهم تاج و تخت و کلاه، نشانمش برگاه کاووس شاه. میگه میرم رستم میکنم شاه ایران، اینو میشونمش. رستم که خودش میتونست شاه ایران بشه. یادتونه رستم منطقش چی بود که من شاه نمیشم؟ چون میگفت من از نژاد شاهی نیستم، من از تخمه شاهی نیستم. شاه باید یک فرهی داشته باشه، از یک نژادی باید باشه. ما شاه نمیتونیم بشیم. باباش هم همینو میگفت، پدر بزرگش هم همینو میگفت، چون ما از اون نژاد نیستیم. باید یکی از اون طبقه رو بیاریم شاه بکنیم. این نوع نگاه طبقاتی است که فردوسی و شاهنامه داره و بعد در دوره ساسانیان ما این رو میبینیم که چگونه ساختار جامعه ساسانی رو کاستیک میکنه، طبقه بندی میکنه. اینجا به نظر میرسه که این پسر جوان میخواد این نظام به هم بزنه. میگه من میرم بابامو میکنم شاه ایران. بعد چی کار میکنم؟ از ایران به توران شوم جنگجوی، ابا شاه روی اندر آرم به روی، بگیرم سر تخت افراسیاب، سر نیزه بگذارم از آفتاب. میگه برمیگردم میام توران، افراسیابم از قدرت میکشم پایین. یعنی شاه توران و شاه ایرانی که میرم رستم میکنم شاه ایران، شاه توران رو هم برمیدارم رستم رو اونجا هم میکنم شاه. چو رستم پدر باشد و من پسر، نباید بگیتی یکی تاجور. چو روشن بود روی خورشید و ماه، ستاره چرا برفرازد کلاه. وقتی خورشید تو آسمونه، ماه تو آسمونه، ستاره ها دیگه واسه چی وجود داشته باشن؟ ما هستیم. بنابراین برنامه سهراب اینه که حمله بکنه به ایران و داستان نبرد رستم و سهراب از همینجا آغاز میشه. اگه اجازه بدین یه بریکی بگیریم، یه چند دقیقه